چون هر وقت درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزه من چنین است: All big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single tiny decision. by James Clear from Atomic Habits. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: همه چیزهای بزرگ از ابتدای خرد آغاز می شوند. تخم هر یک عادت یک قرار خرد است. سخن جیمز کلیر از کتاب عادتهای اتمی. در اینجا درس امروزه ما به پایان می رسد. لطفاً به نوار لایک مونید، فکرهای خود را در شرح ها نویسید، این نوار را به دوستانتون روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید و از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید.